سلام، حالتون چطوره؟ من ایلیاس. امروز اومدیم با پارت 2 کلش رویال. خب ما پارت 1 رو داشتیم که طبق نظرسنجی چنل تلگرام بود که 3 دست اومدیم بازی کردیم. این دست اومدیم حالا هر چقدر دست که بتونیم اومدیم، چون این دست با دست‌های دیگه فرق داره. این ویدیو با ویدیو قبلی یه جوری بگم فرق داره. ویدیو قبلی 3 دست بود، این ویدیو هر بازی که ببازیم ویدیو تموم میشه. مثلا ما یه بازی ببازیم ویدیو تموم. اما یه فرقی داره. فرقش اینه که ما اگه یه بازی بازیم یه حق به تو داریم. یعنی میتونیم که اگه یه بازی رو باختیم یه کار بکنیم که یه بازی دیگه هم بتونیم بازی کنیم. حد اکثر باختمون بشه 2 تا. امیدوارم 2 تا بازی پشت سرمون نبازیم که یه حق به تو یه چیز استفاده کنیم. خب این بریم بازی اول شروع کنیم، ببینیم کجا میرسیم. میتونیم ببریم بازی اولو یا میبازیم بازی اول. برتری محسوسی دارم چون مکس تاورش جون تاورش 2786 مال ما 3600 تا. قشنگ 1000 نزدیک 1000 تایی بیشتره. اما قابلیت برد داریم اینجا. قطعا وقتی اونش کمه تاور هستش رفتون 12 ما 13 فرق زیادی اون نداره. یه دونه دیگه وای 4 تا تاورش مونده. وای نه ببینیم میتونیم کاری بکنیم. بله که میتونیم. 4 تامونه به خاطر 4 تا نمون خیلی الاف بشیم. به نظر من قطعا نمیشیم چون زدیم. نه خب بزنیم. خوب داریم میزنیم. یا خدا خیلی وضع خرابی شد. سریع بیام برای دفاع چون داره بد پیش میره. تاورمون خورد فکر کنم. آره تاورمون خورد. بدتر هم داره میشه وضع. اما خوب تونستیم برگردونیم جریانو به نفع خودمون. حالا میتونیم حمله کنیم. وقتی اینجوری حمله میکنن دیگه همشون تقریبا تو فاز حمله ای هن. دیگه نمیان برای دفاع. خب 3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه میریم به وقت اضافه به گفته ای. من خودم به این موقع میگم وقت اضافه. این وقت اضافه است. فرق خاصی با وقت اضافه نداره. ایناش خیلی داره اصلا خورد کنه. هواییایی که میندازه در حال حاضر ما برنده ایم چون تاور استرونات دمیجش یعنی جونش 1800 داره. همونجوری کمتر هم میشه. مال ما 2000 تا. اینجا بنزیم تیم بازی که تمام تغییری هم توی دکم میدم چون دکم به نظر من برای حملات هوایی مثل اون اصلا خوب نیست. وای خیلی زیادن. حالا دیگه زیاد نیستن. اصلا زیاد نیستن. حالا ما میتونیم با یه ضربه تموم کنیم و میبریم بازی اولو میبریم.
بازی اول میبریم و این خوبه. وقتی میبریم که دیگه از این قاب صندوق ها میده حالا جایزه های مختلف. حالا این خیلی به درد نخور. خب بریم سراغ بازی دوم. ببینیم تو بازی دوم چیکار میکنیم. آخ رد شد. این بازی تنگا تنگی میشه به نظرم. حالا ببینیم. وای من یادم رفت دکم رو تغییر بدم. چیزی که گفتم یادم رفت. اونو دیگه مجبور نیست چون خیلی بد این اژدهای دمیج میده. خب اونقدی حالا بهمون آسیب وارد نشد. ای بابا اما خوب دمیج دادیم. 1712 تو خوبه. بیشتر بخاطر همون ضربه بود که مینی پکازه. باید صبر کنیم. هنوزم صبر کنیم. یک کم دیگه هم باید صبر کنیم. حالا دیگه میریم برای دفاع. چون این مکانات جمعی کشه دیگه. یعنی به پر روی اینا همشون میمیرن. شکل خیلی ساده بخوام بگم به پر روی اینا همشون میمیرن. وای کسی نداریم بذاریم جلوش. باید بذاریم بزنه. تو اونم بذاریم دیگه تاور میاد بزنه دیگه. نمیاد که اینو بزنه. وای تاورمون زد. ما برتری داریم. اون 2100 تا این هم 200 و یه ضربه خواست تموم میشه که شد. فعلا بازی مساوی بهش پیش میره. ما اگه توی 20 ثانیه آخر بتونیم تاورشو بزنیم یه کامبک زدیم به اصطلاح. هنوز تقریبا یک تایمی مونده تا بخوایم خیلی سنگین حمله کنیم. خیلی خطری شد الان. خیلی هم خطری شد. مینی پیکاشو نزنیم که زدیم. وای نه وای 21 تا مونده. و طرز خیلی خوششانسانه ای داریم برنده میشیم. خوششانسانه. یعنی برنده که نمیشیم. خودمون رو نگه داشتیم توی بازی هنوز. تو امیدمون خیلی کمه به نظر خودم. باید به نظرم تمام باختیم بازی رو و باید بریم سراغ بازی. من قطعا حقیقتون استفاده کنم. یه دست دیگه میتونیم مثل همون ویدیو قبلی 3 دست بازی کنیم. فقط امیدوارم این دست رو نبازیم. خب بریم شروع کنیم. بازی سوم شروع میکنیم. خوب زدیم. خوب دمیج دادیم. راضی هم از دمیجی که مقدار دمیجی که دادیم.
خوبم دفاع کردیم. با وجود که اینا عنصر دفاعی هن، البته نه، اینو اگه نمینداخت شاید میتونستیم خوب دفاعش کنیم، خوب ردش کنیم. یعنی آخ این ور بزنیم به این ور بیاد، نه اون ور. ها اومد. خوبه این اگه بندازیم خیلی خوب میشه اگه به موقع بیاد. و به موقع اومد واقعا. خب وای باز اون یکی قبلی رو داره. البته این دفعه برای دفاع چیزی داریم، بعد بیا صبر میکنم بیا سمت زمین ما، بعد بهش حمله میکنیم. یعنی بعد دفاع میکنیم. خوب هم دفاع کردیم. یه دونه رو داریم هنوز برای دفاعش، یه دونهش نرفت تو فریزش. خوبه میتونیم بزنیم تاورشو میتونیم بزنیم و زدیم به طرز خیلی معجزه آسایی. تاورشو زدیم. میتونیم حتی قبل از اینکه بره به همون، نه بردیم همین الانشم برد برای مایه. نرو اون وردیدی یا نرفت. خوبه یکی دیگه بزنه، یکی دیگه. واه همین بازی رو بریم بعد ویدیو رو تموم کنیم، چون تایم ویدیو خیلی دیگه زیاد داره میشه. امیدوارم دفعه بعد بتونیم بیشتر بازی دست بیشتری بازی کنیم. دفعه پیش 3 دست بازی کنیم، این دفعه هم 3 دست بازی کنیم. امیدوارم بتونیم دفعه دیگه 5 دست یا حتی بیشتر بازی کنیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. کامنت هم بنویسین که خیلی بهم کمک میکنه برای ویدیوی بعدی. اگرم نظری پیشنهادی داشتین تو کامنت ها بنویسین که ویدیوی بعدی رو طبق نظر شما بگیریم. خدا نگهدارتون.